musimy resztę. ما منفی 3 جریمه رانندگی رو هم پرداخت کنیم و لحظه آخری آماده است. لیا خانم گشنه نمونه. آخرین کار چک کردن مدارک. یک بار دیگه چک میکنیم. باتری ماشینم جدا کردم ولی نتونستم با سویچ خودش قفل کنم، یخ زده. یه سویچ یدکش آوردم، اینم دیگه درشو باز ول کردم. حالا مهم نیست، یخ میزنه کسی نمیتونه باز کنه. لیا کجا داری میری؟ بگو ایران. سرده؟ خیلی سرده. او خونه ماست. تاکسی اومد دنبالمون تا ما بریم. آره؟ بیا لیا بیش پیش بابا، بیا پیش بابا، بیا پیش بابا، بیا. بریم به سمت قطار. قبل از اینکه بریم من همیشه میرم چک میکنم که از کجا باید سوار شیم. ما با قطار بعدی میریم، از اینجا هم باید سوار شیم. شنبه است، خیلی هم شلوغه. خب اینجا باید خط عوض کنیم، میره سمت فرودگاه. دادی اومدیم این ور. فرودگاه هلسینکی خیلی خوبه، هم خلوته، همین که خیلی سخت نمیگیرن چیزی رو بهت، راحت میذارن بری. وسیلات رو چک کنن الکی، این کارا نمیکنن. خوش میگذره لیا؟ یا میخوام بریم سوار هواپیما شیم. لیا میکسم بالاخره پرواز کردیم. البته هنوز پرواز نکردیم، آفتابی داره میزنه، هنوز توی هلسینکی. خسته شد، خوابید. بیا خوب خوابیدی؟ آره خوب خوابیدی؟ یا به استانبول. استانبول هوا توپ توپ عالی. وقتی ما اینی که پرواز مستقیم نداریم، بعد وقتی دیگه هم داریم که شما نمیشینی. بشین بریم دیگه بابا. قربون شما برم من. یه رو بیاییم
اینجا وایسادن نمیذارن بریم بیرون. هم داستان چیه. بالاخره رسیدیم. کافه تهرون. ببین نه اینترنت دارم در حال حاضر، نه آنتن دارم، نه وی پی ان دارم، هیچی دسترسی ندارم تا شب، ولی اوکی میشه. آقای راننده پشت خواهم موبایل کار نکنه. بد خستم با بچه هم. منو گارفیت نکن دیگه، کارا رو نکن. نزدیک قزوینه، گربای قزوین خیلی پر رو هن. حالا ناراحت نشو، چی میخوای برات بگیرم؟ ما برو، ما میخوام بریم. ما بالاخره رسیدیم خونه در رشت. لیا رشتی؟ سلام. بله. نمیدونم چی بگی. ببینم. یو بازی میکنی؟ آره؟ باشه بازی میکنی. اره قربونتو برم من. این باید نوح باشه. بازنشست شدی. یه اون ناچیزی داره به ما میدن. میدم نمیرسه. اومده ماشین خریدم بودم بیام این سری اینجا کار کن. مدت سالی داره اینجا کار میکنم. خواهش میکنم قهرم. مای کلیکای تازه. کیلو چنده؟ نمستم. کلیکای تازه. کلیکای تازه. بادم کنه. خودم تو شهر باید پولی دهی کلمه خوب دارم. دلاره؟ آقا اینه چیه؟ کدوم از این با تصویر یا بی تصویر؟ تصویر باشه اشکال نداره؟ شوخی میکنم. جوور با بیشکای سنتی گیلان بهش میگن. آره پدر. خساره جوونیه دیگه. امروز میخوری فردا میخوابی. بعد زیر 20 سال نباید بخوره. اصلا نباید تقاضا کنه. 20 سال دنده عقب میره شناخت. یه بار میبینی غیب شد. محو میشه. دست خوبی از کجا اومدی به سلامتی؟ ما از فنلاند. از فنلاند؟ خب اینجا چطوره؟ خوش میگذره عالی، به؟ خوبه. چای بیارم برات؟ فدات بشم. تعارف میکنم. عشق من جان. آقا تو رشت جز مهربونی از مردم رشت ندیدم. هیچی نیست. هیچی نیست. نه واقعا دارم میگم. حالا شما که رشتی هستی و تعصبش میکشی، ولی نه واقعا. ما اصالتا مازنی بزرگ شده رشت، اما جفتشون یه پرچمن. هر جفتش هم پرچم بالا. آفرین. تمام شد و تماس. تو رشت از هیچ کسی هیچ بد اخلاقی، هیچ چشم و ابرویی ندیدیم. فقط مهربونی و آرزوی خوب و همینا. پرچم رشت به شدت بالاست. تماس.